ساعت 1 ظهر 6 اردیبهشت 1404 صدای انفجار شدیدی توی بندرعباس شنیده شد. کسانی که توی محل بودن میگن شدت انفجار به حدی بوده که زمین کلاً به لرزه در اومد. خودروها و ساختمان‌های نزدیک محل انفجار به شدت آسیب دیدن. دود این انفجار به قدری زیاد بود که از کیلومترها دورتر قابل مشاهده بود. یکی از ساختمان‌های داخل بندر به طور کامل ویرانه شد. تا زمان ثبت این ویدیو تعداد مصدومان از 1000 نفر عبور کرده و تعداد کشته ها هم به 25 نفر رسید. این انفجار مهیب که یک ابر قارچی رو شکل داد و ما رو به یاد انفجار بیروت انداخت با گمانه‌زنی‌های زیادی همراه شده. اما مقامات دولتی تا به حال واکنشی به این نشون ندادن. رنگ نارنجی که از دود حاصل این انفجار دیده میشد میتونه حضور ترکیبات نیتروژن یا مواد صنعتی مانند رنگ‌ها و رزین‌ها رو داشته باشه. البته نیترات آمونیوم رو هم که تقریباً برای همه شناخته شده است، چون توی انفجار بیروت هممون شنیدیم. اما این در حالیه که توی لحظات اولیه انفجار مدیر روابط عمومی شرکت بناگستر، یعنی شرکتی که بندر رو اداره میکنه، انفجار مخازن آمونیاک رو توی این بندر به شدت تکذیب کرد. جالبه که بدونید کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یکی از مقامهای این کشور گزارش داده که اسرائیل هیچ نقشی توی این انفجار نداشته. و جالبتر اینه که همین بندر شهید رجایی توی سال 2020 مورد حملات سایبری اسرائیل قرار گرفته بود، به طوری که امور بندر کلاً مختل شده بود. اما توی این انفجار گفتن که ما هیچ کاری نداشتیم. یه حدس و گمان دیگه‌ای که توسط خبرگزاری آمریکایی اعلام شده اینه که کانتینرهای حامل مواد شیمیایی که برای سوخت موشک‌های بالستیک کارکرد داشته و از چین به بندر عباس اومده بود منفجر شده، که البته این خبر توسط منابع بی‌طرف تایید نشده. با وجود حضور نیروهای امدادی و امنیتی توی محل انفجار، هنوز تا این لحظه وضعیت بندر به شدت آشفته است. گمرک بندر عباس هم اعلام کرده که به احتمال زیاد منشأ این انفجار از قسمت دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی بوده. توی تصاویر منتشر شده از محل انفجار دیده میشه که کمپرسی‌ها خاک میارن تا جلوی آتش سوزی خاکریز ساخته بشه تا آتش بیشتر گسترش پیدا نکنه، چون بندر پر از کانتینرهای حامل جنسه که یکی یکی آتش میرسه بهشون. از طرف دیگه وزارت بهداشت استان هرمزگان اعلام کرده که به خاطر احتمال انتشار مواد شیمیایی مثل آمونیاک، دیوکسید گوگرد و دیوکسید اکسیژن توی سطح شهر شرایط اضطراری اعلام بشه. اونا از مردم خواستن توی خونه بمونن، پنجره هاشون رو بسته نگه دارن و بهتره که وقتی میان بیرون از ماسک های N95 یا P2 استفاده کنن. با فرارسیدن شب شعله های آتش هنوز زبانه میکشه و هر چند دقیقه یک کانتینر آتش میگیره و به آتش سوزی اضافه میشه. آتش نشانی اعلام کرده که با تمام قوا داریم آتش رو مهار میکنیم، ولی تا این لحظه یعنی بعد از 24 ساعت هنوز به طور کامل آتش خاموش نشده و حتی کار به جایی رسیده که رئیس جمهور روسیه یعنی پوتین دستور ارسال چند هواپیما به ایران رو داده تا بیان و برای مهار آتش کمک کنن.